با گفته یوزف سیکلا کمیسر اتحاد اروپا در بخش همکاری‌های بین المللی با آسیا مرکزی، این یاری مالیوی، استواری، گزارش به اقتصاد سبز و ثبات اقتصادی تاجیکستان را تقویت خواهد داد. By reducing electricity grid losses and improving با کاهش دادن تلفات شبکه و بلند برداشتن ثمرانگی انرژتیکی ما نه تنها خراجات نیروی برق را برای خانواده‌ها و صاحبکاران کاهش می‌دهیم، بلکه این چنین راه را برای سرمایه‌گذاری به انرژی برقرار شونده می‌کشاییم که آینده تاجیکستان است. ساحه پخته تاجیکستان در اقتصاد کشور، تامین جای‌های کاری و بلند برداشتن رشد صنعت نساجی و صادرات نقش مهم می‌بازد. در حالی که مسئولان اتحادیه اروپا به مؤثر واقع شدن این طرحهایشان در تاجیکستان تاکید می‌کنند، برخی کارشناسان که با این گونه طرحها سر و کار کرده‌اند، ثمراناکی آن را به چند شرط بستگی می‌دهند. یکم شکل مستقیم یک به یک با صاحبکار، اگر که اینجا بی‌روها زیاد باشن، مثلا تشکیلات‌های کردیتی، یک علاوگی مانع پیدا می‌شود. پخته برای دهقان عادی فرمرادی همه ضررآور بود و ضررآور میماند. فقط سیستم دیگر کردن در کار که اینا نمیخواهند این کار کرد. در تاجیکستان سالهای اخیر سطح بلند تلفات نیروی برق یکی از مشکلات عمده تامین مردم با برق از جمله در موسم زمستان دانسته می شود. به اطلاع رسمی هر 5 کیلووات برق استحصال کرده تاجیکستان تلف می شود. در نیم سال 2024 2 میلیارد 230 از 2 میلیون کیلووات ساعت برق تاجیکستان تلف شده است که بیشتر از 21% نیروی برق استحصال شده را تشکیل می دهد. همچنین پایین رفتن ارزش پخته یکی از مالهای اساسی صادراتی تاجیکستان نیز سالهای اخیر توجه دهقانان را به کشت و پرورش آن کم کرده است. اما مقامات دولتی در نواحی پخته کار دهقانان را مجبور می کنند که قسم بیشتری زمینهای خود را پخته بکارند.